سلام. این آسمان صاف و بی‌غبار زادگاه من. امروز روزی خرسندی است. ها بچه‌ها، مکتب تمام؟ این صحنه مکتبی ما. امروز زنگ آخر. اینها نسل آینده مکتبی ما. معلم علی و شعر یاد می‌دهد. نغز معلم جان، بسیار نغز. خب کنی؟ انا از این طرف معلم سمیه و در صحنه مکتب سخن میکند. خوش، باز چرا نگفتم؟ انا این من. کنی؟ چخل؟ این کی؟ خورشید، این تو؟ بیا من گیرم، بیا. چی رو میگیری؟ نرس یک طرفیست؟ این قیمت. انا اینها هم سیمفونی گرنگ من. خب از کی سر میکنیم؟ ملاحت. سلام. سلام. تمام؟ با تو 11 سال فقط همین چیز رو آموزانیدن؟ رو از اینجا. ملاحت، کنی بودگون چیز دیگر ایلاوه کن؟ پیش روی تاریخ رو نگیر. وقتا شاید پشیمون نشوی که با من مصاحبه درست ندادی. گذر نوروز مرا به نوار گیر. خوش کنی؟ تو چی گفتن میخوایی که کارگردانی مشهور میشوی؟ کارگردان تو اول طرز درست قپیدن کامera رو یاد بگیر. کی بداند شاید من کارگردانی مشهور میشوم. خوب مثلا شما آینده خود رو چگونه دیدن میخواهید؟ کی چی کارا میشود و به کجا حجت میسپارد؟ عموما آینده خود رو چگونه تصور میکنید؟ عجب سوالهای احمقانه میدهد. با دختر چیزا رو خوندن؟ خواه نخواه بدی عروس توی عروسی خونشینی و بچه پروری به سرمون میافتد. راست میگوید، جای زن در نزد منقل گز است. چی گفته ایستاده ای؟ من سیدی نقیده هستم. تو یکون اندیشه دیگر داری فرشته؟ البته زن همان گونه عضو جامعه است که مرد میباشد. ببینم که تو به شوهر چیکار گپ میزنی. شاید گویی که عقل زن هم برابر عقل مرد است. کنی فرشته با این فکرها چی میگویی ها؟ شخصا من به کسب دکتری میخونم. به تو هم مصلحت میدهم که صاحب معلومات عالی شدی. در کار یگان شوهر ثروتمند میگیرم و همه مشکلاتم حل. با اینش چی میگویی؟ اما با فکر من هر زن میارزد که صاحب سرنوشت خود باشد. بیا ماندگونه جان، بسری من و تو صاحب پیدا میشود. امروز عید است، ما باید خرسندی کنیم. رفتیم معلمه رو تبریک میکنیم. کنی با پیش هم سیمفونی من. اینک 11 سال بچگی هم گذشت. من دیگر طالبه مکتب نیستم. بالغ شدن ضرور. آیا من به این آماده؟ دلیر نآمد. من اندوهگینم. خیلی اندوهگینم. فرشته تو با کجا غیب زدی؟ ما همه تو رو میکوبیم. بیا همراهی ما به شهر میروی. خیز رفتیم. دروغ گفتن نمیخواهم. وضعیت خیلی وزنی. حتی فوجیه گفتن هم ممکن. نخواد که یگان ایلاج نداشته باشیم. دلی پدرتان این جراحی را برداشته نمیتواند. من بند. دکتر
магар ягон илоҷ надорем. این داروها با پدرتون یاری میدهد. نظارت کنید تا منتظم قبول کنند. و باز با او تماما عصبانی شدن ممکن نیست. یک عصبانیت دیگر و شما میتوانید پدر را از دست دهید. البته در چنین وضعیت ما آن کس را باید در کسلخانه نگاه می‌داشتیم، ولی از بس که خودی بیمار میخواهند که طبابت را در خانه ادامه دهند، ما آن کس را جواب میدهیم. این داروها را منتظم قبول کنید. تشکر. صبر کنید. شاید من با گفتن این چیز حق نداشته باشم، ولی гап зане духтур. با پدر خدمت کنید. اگر در خانه یگان کاری به اتمام نرسیده باشد، شما من رو میفهمید. بله، من شما رو فهمیدم. ولی بازپوشی حال و قوت میرسه چی؟ بدونم شما پهلوان. دکتر چی گفت؟ وای هم همین رو گفت که پدرت پهلوان. فقط همین که لازم یک ساعت چند شد؟ دادا از زنگ آخر دیر شد. با فرشته چیزی بود؟ دادا شاید یک دو روز اینجا مونید. بس کنی آدمی دوپ درست اخمخ کرده گرفته کسلخانه با آورده دو چی ششتی؟ ای درختی گیرم. تو از او دشت برای غم نخور. سلام دلیر. سلام فرشته. تو امروز اینقدر زیبا شده ای. فقط همین روز؟ ببخش. من گمان داشتم که امروز به زنگ آخرین ما میایی. من بسیار میخواستم که بیایم، باور کن. لیکن امتحان در پیش است. ما حالا آن را نسپاریده ایم. فنی خیلی مشکل. زنگ آخر چه خیلی گذشت؟ روح افزا بود. کمیسیه قبول شما کی به کار شروع میکند؟ پس از 1.5 ماه من همان زمان تو را آگاه میکنم. مهمش این که تو نقص تیار شوی. به پدر و مادرت گفتی؟ نه. حال پدرم روز تا روز بد می شود. غم نخور. همه‌اش خوب می شود. همین که دکتر شده خودت او را شفا می بخشی. السلام. سلام فرشته. نغز آمده؟ نغز رحمت. بچه ها رو حالا از باغچه نآوردند. کمتر پیشتر پدرشون رفت تا آنها رو بیارن. پدر و مادرم چی؟ در خانه اند؟ بله. چی؟ باز؟ السلام. سلام. اوه نغز رحمت مادر جان. داشته من اومد. نخیزید دادا جان. ای جانی من.
боз чӣ хулиганӣ карде? ҳаминоя ғам дода эркагӣ карда истодам да. тантанаи занги охир чӣ хел гузашт? нақс. мебахшӣ ки афсӯс рафта натавонистам. ҳеҷ гап не дадаҷон. барои ман саломатии шумо муҳимтар аст. доруҳояшонро хӯрондед? ҳа, хӯрондам. маро мебахшед дадаҷон. барои чӣ? барои он ки ба шумо кӯмак расонда наметавонам. лекин рӯзе меояду ман духтур мешавам ва худам шуморо нағзакак парасторӣ мекунам. ҷони ман астӣ. خوردم. چه خیلی مشغولیتی خوب ها؟ далер ҷон, имрӯз чӣ хел гузашт? خوب گذشت. امتحان رو سپاریدم. офарин бачем. ман медонистам ки ту меспорӣ. این بگاه پس اختر آمدم. به نزد امکی اسلام. далер, ман ба ту чанд бор гуфтам ки ту дар бораи ягон кор фикр накунӣ. вазифаи ту хондан аст. барои ту ҳозир аз ҳама муҳимаш таҳсил аст. مادر جان من این خیلی نمیتوانم. آخر من میبینم که شما تنی تنها با 3 کودک چه خیلی وضعی دشوار دارید. من اکنون کلان شدم. بعدی مشغولیت ها کم کم به امک اسلام کمک میرسانم. یک مقدار پول به ما ضرر نمی کند. این طور باشد خواندن را پرتا. مثل پدرت برسی رو. در ساختمان کار کن. همه سلامتیت را برباد ده. رو. مادر جان. چی مادر جان؟ چی مادر جان؟ پدرت پیش از وفاتش چی وصیت کرده بود؟ کنی جواب ده. معلومات عالی گرفتن. تو چی قول داده بودی؟ دختر شدن. اکنون با من گوی که تو مردی؟ تو عهدی با پدر بسته خود را اجرا کردنی هستی؟ البته. پس همه آدم و عالم را فراموش کن. مهنت کن، علم آموز، طاقت کن. اما دیپلمی دکتری را صاحب شو. آخر مادر جان، برای من دیدن آن که شما فراشی میکنید بسیار سخت است. تو مرا نمیفهمی. تو مرا نمیشنوی. آرزوی من تو رو دکتر دیدن است. تو رو آدم با معلومات دیدن است. من و پدرت سالهای دراز این رو تمنا میکردیم
ӯ барои он ба Россия рафт ки ту бихонӣ. Сад афсӯс, то рӯзи дохилшавии ту умр надид. бифаҳм, ин ҳама мушкилиҳо муваққатиянд. ту, ояндаи ту ҳамин аст, умеди ягонаи оилаи мо. ман дар 2 идора, дар 3 идора кор карда метавонам. қуввати ман мерасад. фақат ин ки ту одами мӯътабар шавӣ. аммо агар ту хуб нахонӣ ё ин ки таҳсилро партоӣ, бидон ки ту ба ҳамаи мо хиёнат кардӣ. пеш аз ҳама ба падарат. ту гапи маро фаҳмидӣ, далер? ман фаҳмидам, модар. аниқ фаҳмидӣ? ман фаҳмидам. алло? аҷаб ҳадияи ногаҳонии гуворо. ту ҳанӯз ҳам хоб нарафтаӣ? дар ин ҳол хобраву бин. ту бори маро вазнин кардӣ. инҳо ҳама ба ту фоида меоранд. ту ҳатман ба орзуят мерасӣ. наход ки ман духтур шавам. ҳеҷ боварам намеояд. ман ҳам бовар надоштам. бачаи оддӣ аз оилаи камбизоат. акнун ҳатто барои вохӯрӣ бо дӯстон фурсат нест. таҳсил ҳама вақтамро мегирад. ташаккур ки барои ман вақт меёбӣ. ман аз ту миннат дорам. далер. ман бисёр мехоҳам ки ту хушбахт бошӣ. чаро хомӯшӣ? моҳтоб чӣ қадар зебост. ту ҳам онро назора дорӣ? бале. на маҳтоб, на ситораҳо метавонанд ба зебогии ту баробар шаванд. ту маро маҷбур месозӣ ки шармам ояд. бубахш. ман намехостам ки туро ранҷонам. медонӣ, далер, ҳар дафъае ки ман ба чашмони ту нигоҳ мекунам, мефаҳмам ки ту ягон вақт маро ранҷондан наметавонӣ. айнан ҳамин тавр. ман ба ту бисёр чиз гуфтан мехоҳам, фаришта. лекин барои ин на сухан меёбам, на ҷасорат. ту метавонӣ ҳам ту хомӯш бошӣ. ба ман ҳамин бас аст ки ту ба сӯям назар андозӣ, далер. ҳар гаҳе бо ханда бикшоӣ лабатро, хандаат қулфи диламро мекушояд. ҳар гаҳе ширин биханди ҷониби ман, зиндагӣ рангину ширин менамояд. дар лабони туст шаҳди зиндагонӣ, дар нигоҳи туст нури орзуҳо, дар адои туст пайғоми муҳаббат, дар садои туст пайки ҷустуҷӯҳо. пас мабодо кам шавад аз қисмати ман хандаҳоят, хандаҳои ҷонфизоят. تو بدار میکنی. نه تو بدار کن. نه تو بدار کن. گفتم باید نگیر نراست. ده. یک. دو. سه. اینجا بیا. اینجا بیا. نگو رضا خیر.
قپیدم قپیدم اینجا بیا کن اینجا بیا تو دختری شیطان اینجا بیا گفتم دادا جان دادا بشتر میبخشی دخترم. بسیار خوراکی با مزه پختی. آفرین خواهر. این رو من نپختم. با مادرم یاردم دادم. خاکساری نکن فرشته. تو نغز میپزی. ها الک عروسی تپا تیار. با شوهر دادن ممکن. آی هوشیار شو. با دانش آموزی باز دامنی بختت رو رها نکنی. نفهمیدم. تو آخر این خیر تو همه داماد شونده ها رو از دست میدی. برای من درباره دامادها فکر کردن هنوز برمحل است. هیچ برمحل نیست. عینی وقتش خواهر جان. منظوری ما رو میفهمی؟ یگان کس به خانه‌مان اومد چی؟ گپ زنید. به خواستگاری تو آمدن دخترم. خواستگاری؟ با من؟ کی؟ پسرشان شعبه حقوق شناسی را ختم کرده است. پدرت با غفار در یک دانشگاه خواندند. کدام غفار؟ غفار پدری ستار داماد شونده ما. ستار؟ کیست وای؟ کیستند آنها؟ من یگان ستار رو نمیشناسم. بی‌پروا باش فرشته. آنها آدمانی درستند. صاحب آبرو و عزت. مادر، من به شوهر برآمدن نمیخواهم. من باید به دانشگاه داخل شوم. برای داخل شوی همیشه فرصت هست. حالا تقدیری تو حل میشود. آخر چرا شما تقدیر مرا به من حل میکنید؟ فرشته خواهرم، ما برای تو آدمانی بیگانه نیستیم. فقط نیکی تو را خواهانیم. چی؟ تو گپی حکایت را گوش کن دخترم. چخیر شما مرا نمیفهمید؟ من با آدمی ناشناس ازدواج کردن نمیخواهم. من باید داخل شوم. این هیچ دشواری ندارد. با هم شناس میشوید. دادا جون، شما به اینها فهمانید؟ اینها چی گفته ایستادند؟ دخترم، من غفار را سالهای زیاد میشناسم. انسانی خوب است. امیدوارم که به فرزندش هم تربیت خوب داده است و همچون انسانی نیک به پایه رسانده است. دادا، دخترم، ما به تو تنها بخت و سعادت آرزو میکنیم. های تمام جورا، تو با نزدیکی زن میگیری. مبارک شود. جوراهای خود را فراموش میکنی. این بعد مثل حاضره با هم شته نمیتوانیم. من هیچگاه تکپای زن نبودم و نخواهم شد. تو این رو حاضر میگویی. من مضاف. بعدی که زن گرفت غیب زد. تو باید آگون بردیدی؟ تو مرا با مضاف برابر نکنی. من ستار. خیر مالا کی بودنش رو وقت میخوام.
غم نخورد بچه ها. امتحانی دولتی رو سپرم. توی رو گذرونه. بعد یکو مشغولیت میوبین. کجا کار میروی؟ پدرم ملکه گپ زنان کردن. در ادوکاتور شهر جایم تیار. نه این چی خوب است. با متخصصی جوان معاش خوب نمیدیم. میدونی چقدر باید رنج کشیدی؟ مثل ماشین من ماشین گیرم. شخصا من همه چیز رو میخوام و یک باره. من جوان و با قوت هستم. من میخوام از زندگی بهره برم. عیش و عشرت کردن میخوام. آزادانه نفس کشیدن میخوام. من هم. تو همه عیش و عشرت میخواهی؟ و تو به نزدیکی زن میگیری کو؟ خیر چی؟ با این چرخ حیات از گردش نمیموند کو؟ اوه درست. سخن مردی حقیقی برای مرد حقیقی می نوشیم. رحمت. شاکیر لابا چی خیر؟ نغز رحمان شما چی خیر؟ بیا نزدی ما. من نزد میرم. کنیشین. نه نظرها بلند ها. بچه ها میگوین که به نزدیکی زن گرفته ای؟ الکه 3 ماه شد. تبریک رحمان. لیکن ما رو دعوت نکردی کو؟ هیچ گپ نی. ما همش رو میفهمیم. کی رو گرفتی؟ مهینه رو. کدوم مهینه؟ همونی که در شعبه زبان و ادبیات تحصیل میکرد هوای؟ نه در شعبه زبانهای خارجی تحصیل داره. دختر پروفسور قربانو. این همون مهینک است. مهینک رو میدونم. شناختم. دختری نقص. کنی؟ هیچ گپ نشده است. و اکنون از آنی توست. من یکان دوا ندارم. لیکن هشترها برای زیبا چی خیلی فهمونم. من بابای با میخوردم. زبانت رو نگاه دار و زنی من است. خیر چی؟ من با کرپای شما ها نمیدارویم. تو هم با کرپای من وای ندارو. گیر. این حالا اولی کار است. تو راستی من عدالت رو میدیم. فهمیدی مقدساتی وجود ندارد. سرده دیگران برای تو اصلا به ارزش است. راه پیشی فایشد. من که اونجا بودم. سرده مراد آرام تا بیا اینجا. سبسن لبای مادر جان. اکویت زنگ نزده است؟ نه زنگ نزدن. تو یک عمر سر بر روزنامه‌هایت خلانده میشینی. خیریت که در خانه پدر و مادری فرشته روزنامه نخوندی. ضرور شد که همه کار رو تنها خودم حل کنم. من هرچی رو که لازم بود گفتم. گپ زیادتی چی لازم؟ بهرام نسبت من احترام دارد. به فکرم با ما راضی می شود. گپی زیادتی چی لازم بوده است؟ پسرت شب خانه نآمد. تو باشی آرامانه روزنامه میخونی. تو خودت جواب دادی که؟ خودت؟ پس برای بچه پدر چی در کن؟ سر شد. تو چی نگاه میکنی؟
2 ساعت باز در همین جا نشسته ای. درس تیار میکنم. پگاه امتحان دارم. ایمان همان امتحانت رو همه میسپرن، تو هم میسپری. بهترش رو با گلها آب ده. مادر جان پگاه امتحان داریم. گپم رو نشنیدی؟ خیز گفتم کار رو مونده. امتحان گفته شد از دختر بچه. مادر جان خیز. حتی اومدی پسرم؟ سلام مادر. سلام. در کجا میگردی؟ مرا خواطر کردی. خودت نغز؟ صحبت ها چه خیل گذشت؟ تو مادرت رو نغز میدونی کو؟ چونان سرشان رو تاب دادم که نپرس. شما در روی زمین یگانه اید مادر. پدر و مادرش چی گفتند؟ آنها مقابل نی، اما باید با دختر مصلحت کنم. مصلحت؟ ها پسرکم، یگان دختر از چنین شوهر سر نمیپیچد. کنی خانه درو. من وی را نمیگیرم. این هیچ جای ترس ندارد. ما در فکر خوشبختی تویم. بسیار عائله خوبند، بای و بدولت. بدولت؟ شما چی؟ مرا میفروشید؟ تو چی ها میگویی دخترم؟ مگر این طور نه؟ تو اکنون کلان شدی. باید خودت همش رو فهمی. لیکن من نمیفهمم برای چی من باید با آدمی دوست نداشتم ازدواج کنم. من او رو تماما نمیشناسم کو. من هم پدرت را بار اول تنها در توی عروسی خودم دیدم و هیچ واقع نشد. ببین چقدر سالها با رضایت و محبت زیستیم. حالا زمان دیگر است مادر. دور و زمان دایم و یخیل است. سری خودت را با هر خیل اندیشه های احمقانه پر نکن. دوست می‌دارم، دوست نمی‌دارم. تو باید به زندگی طاقت کنی. آهسته آهسته عادت میکنی. هم همین خیل. من نیستم. من این خیل نمیخواهم. آخر من آدمی زنده ام. من اول خواندن میخواهم و بعد میخواهم که صاحب کسب شوم. تو چنان گپ میزنی که گویا ما برایت بدی میخواهیم. بفهم دخترم، ما در غم خوشبختی توییم. میخواهیم که تو سیر و پر حیات به سر بری. نامزدت جوان، با عقل، خوشروی، از خانواده با اعتماد. خانواده وی به من چی لازم؟ من به وی نمیبرایم. اگر مرا مجبور کردنی شوید خودم را میکشم. اینجا چندان تغییر نیافته است. راست گفتی. آن سالها سالهای خوب بودند. روزهای بهترینی حیاتمان بود. میدانی من سالهای دانشجویی را زود به خاطر میآورم. یاد داری در کورس دویم ایامی پختچینی چهل من و تو عینکی معلم جبارов رو دزدیدیم که معیاری مهنتمان رو نویسته نتواند. از کجا قوه پیدا میکردیم که هر بگاهی بعدی پختچینی در خاطر به ناحیه همسایه برای رقص و بزم گریزیم. من یاد دارم که تو چخیل همیشه به حمایه من میخستی. چخیل؟ آخر ما دوست بودیم. تشکر بهرام. در یاد داری وقتی که عظیم جان به دنیا آمد
من عهد کرده بودم که دخترچه دار شوم. حتما او را به عظیم جام میدیم. تقدیر را بین، همه‌اش برعکس شد. من دخترم را به حد دوست می‌دارم. تو میفهمی که منظوری من چیست؟ البته میفهمم. غم نخور بهرام، خاطر جمع باش. چی واقع شد دخترم؟ کارهایت همه خوبند. من میخواهم از سری نو مکتب بچه باشم امکی طالب. مرا مجبور نسازید التماس. چرا همه شما مقابل من هستید؟ تو همه‌اش را نادرست میفهمی. هیچ کس تو را مجبور نمی کند. میدانی من از تو کلان سالترم و گرم و سرد زندگی را زیادتر چشیدم. باور کن روزی میرسد منتدار میشوی که ما تو را بر راه راست هدایت نموده ایم. آخر من تو را دوست می‌دارم و برایت خوشبختی می‌خواهم. راضی شو دخترکی جانم. پیش از مرگ همین خرسندی را به من هدیه کن. چرا شما این طور گپ میزنید دادا؟ اکنون تو دختری کلان شده ای، به وایه رسیده ای. باید مرا بفهمی. افسوس که ابدا در پهلوی تو بودن نمیتوانم. عمر من کم مانده است. من این را حس میکنم و میخواستم که در آخر برای نوازش و نگاه و بینی فرزندانی تو کمی فرصت داشته باشم. مرا عذاب نده دخترک جانم. راضی شو.
من میترسم دادا. برای تو هیچ جای ترس نیست. وقتی کمالیابی تو رسیده است کبوترکی گذاشتم. راضی شو. خوب، اما من یک شرط دارم. رفتی و گمان کردی که میمیرم، بزیری غصه بارانی غمی هجران ندانستی که من آغاز میگیرم زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان، زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان. شکستن میتوان اما غرورش زیر پا کردن نمیتونی و فخری من همین زن بودنم باشد، تو بالاتر از این شایستگی دانی. نمیگویم که آسان است تنهایی، نمیگویم گریستن را نمیدانم، میانی ازدحامی غصه حالکی علیه درد عشقت مرد میمانم. میرفتی و گمان کردی که میمیرم، بارانی غمی هجران ندانستی که من آغاز میگیرم زی انجامه که بخشیدی عزیزی جان، زی انجامه